خواستم امروز یه ویدیو ضبط کنم ولی یه مشکلی برخوردم، اینکه صدای میکروفون لپتاپم خیلی کمه و نویز داره. حالا میخوام یه ویدیویی که قبلا ضبط کردم و بدم به این نرم افزاره فیلمورا و ببینم آیا میتونم نویز صدا رو کم کنم یا نه. اگه تو این فیلمو دیدی پس احتمالا تونستم نویزش رو کم کنم. یه استاپی بزنم تا این بیاد بالا. خب بعد از 5 دقیقه این اومد بالا. حالا باید فیلم رو اضافه کنیم. فیلم رو باید این باشه، اضافه کنیم بینش اینجا. خب اینو میزنیم. بعد یه کاری باید بکنیم. گفتی چی کار؟ بریم توی آدیو. باید این باشه نیست، این هم قاعدتا نیست، اینا هم نیستن. پس بریم توی افکت آدیو. بعد ویس چنجر قاعدتا نمیخوام. نمیدونم چیه. ها یه کار دیگه هم که میتونین انجام بدین اینه که سرچ کنید. بذاریم نویز. کار خونه بودیم. ها درایون یعنی چی؟ من نمیدونم درایون یعنی چی. سرچ بزنیم درایون یعنی چی. خب همین. البته باید دانلودش کنم. من یه استوب بزنم، برم یه سرچ بزنم بیام. درایون. خب آنده شده من خیلی منش بدتر شدن. درایون چیزی میدونستی نداشت. آودیو صوتی رانده شده. مرسی از ترنسلیت گوگل که خودشو جلو. بریم توی دیپسیک بریم چت. how to use noise video your Filmora. این نکته جالبی بود. اینه که می‌دیدی اینجا میاد خودش باید اینجاها داشته باشه. صدا هم خوشگل. نه حالا بذار پلی بزنیم ببینیم. 1 2 3 صدا خیلی کم. 1 2 3 ای بابا اینجا
این ولوم رو زیاد میکنیم خودش حالا 1 2 3 امتحان میکنم خیلی تعداد داشت خیلی تاثیر داشت خوشم اومد از فیلم را. پس اینو میبندیم و این کلیپ رو واسهتون آپلود میکنم. امیدوارم که در آینده نه چندان دور به دردتون بخوره. اینو نمیبندیم چون که میخوام این ویدیویی که الان گرفتم ادیتش کنم بعد میبندمش.